آقای محمدیان معلمی که تیغ همدلی و همدردی رو به موهاش میزنه تا ماهان بتونه مثل همیشه به مدرسه بیاد. دوباره اعتماد به نفسش رو برگردونم، یه جوری به فعالیت‌های درسیش دوباره برش گردونم. وقتی دقیقاً جلوی آینه رفتم و میخواستم این کار رو بکنم، دو دل بودم حقیقتش. یه لحظه ماهان جلوی چشمم تو آینه ظاهر شد. اسمت چیه؟ ماهان. ماهان چی؟ رحیمی. چند سالته؟ 8. کلاس چندمی ماهان؟ 2. پدر ماهان از اتفاقی میگه که هنوز پزشکان از چرایی آن به نتیجه‌ای نرسیدند. بیماری نامعلوم. یه شب خوابیده بودیم، صبح بلند شدیم موهای سر ریخته بود، بعدش هم کم کم ناخوناش هم ریخت. دیگه بردیمش دکتر، هیچ نتیجه ازش نگرفتیم. اینجا مریوانه، غربی ترین نقطه کشور. توی این کلاس کوچیک معلم به بچه ها درس زندگی میده. گویم سخن فراوان. بزرگ شدی دوست داری چه کاری بشی؟ معلم. معلمش که معلم نیست، اون فرشته است. حرکت آقای محمدیان که باسطه به جهانی پیدا کرده، دیگه تو ایران نیست الان. حتی از کشورهای خارجی هم به آقای محمدیان تماس گرفتن. تا زمانی که نظیر چنین معلم هایی در این مرز و بوم هستند، کودکان ما هیچگاه تنها نخواهند ماند. بچه ها امانت های الهی هستند، بچه ها معصومن، پاکن و این مایم که واقعا باید از این امانت به نحو احسن نگهداری بکنیم. ای خدای مهربان، نام تو بهترین سراغ برای هر کار است.